سهمیه بندی بنزین از نخستین ساعت روز جمعه. بر این مبنا سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه 60 لیتر و دوگان سوز 30 لیتر خواهد بود. بر همین اساس تاکسی بنزینی 400 لیتر و دوگان سوز 200 لیتر، وانت کم مصرف بنزینی 200 لیتر و وانت کم مصرف دوگان سوز 60 لیتر، وانت پر مصرف بنزینی 300 لیتر و وانت پر مصرف دوگان سوز ماهانه 120 لیتر سهمیه سوخت دریافت خواهند کرد. همچنین سهمیه سوخت موتورسیکلت ها 25 لیتر و آمبولانس ها 500 لیتر در ماه خواهد بود. این سهمیه به تمامی خودروهای شخصی با هر حجم موتوری تعلق میگیره و سهمیه اعمال شده مربوط به ماه آبانه. سهمیه که الان از دیشب ساعت 0 واریز شده به کارت سهمیه ماه آبان ماست که 7 روز دیگه بیشتر از در واقع ما نموند. بله، یعنی معنیش اینه که در ماه جدید که ماه آذر هست دوباره یه 60 لیتر دیگه سهمیه برای شخصی واریز خواهد شد. از روز جمعه محدودیت سوختگیری با کارت سوخت جایگاه‌ها برداشته شده و تمهیداتی نیز برای عرضه بنزین سوپر در نظر گرفته شده. بنزین سوپر قیمتش 3500 تومان هست بدون سهمیه بندی، تک نرخه و فقط هم با کارت جایگاه دار توزیع میشه برای اینکه مردم از کارت شخصیشون اشتباها استفاده نکنن که خدا نکرده سهمیه‌شون کم بشه. همچنین با سازوکارهای اندیشیده شده هزینه حمل و نقل عمومی و کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش نخواهد یافت. برای بحث تاکسی‌های اینترنتی گفتیم اگر پیمایش اینها از 200 کیلومتر در ماه بیشتر باشه یک تدابیر حمایتی رو برای اونها می‌بینیم. مثلا اومدیم گفتیم به این صورت که پیمایش سفر اونها تجمیع میشه در ابتدای ماه بعد، ما به حد تفاوت این قیمت سوخت به نرخ 1500 تومان محاسبه میشه به کارت بانک رانندگان واریز میشه. سقف سوخت دریافتی برای ناوگان تک سوزشون 300 لیتر، برای دوگان سوزشون 180 لیتر. این اعتبار فقط برای پرداخت مبلغ سوخت هست. بر همین اساس دو شرکت اصلی تاکسی اینترنتی کشور با صدور اطلاعیه‌های جداگانه اعلام کردند نرخ کرایه‌ها افزایش نخواهد یافت. با اعلام سازمان تاکسیرانی افزایش خودسرانه سرویس مدارس و تاکسی‌های درون شهری تخلف محسوب میشه. اگر احیانا این سهمیه‌ای که الان اختصاص داده شده با فرض اینکه ما بخوایم قیمت‌ها رو ثابت نگه داریم تکافؤ نکنه و نیازمند این باشیم که بازنگری بکنیم، حتما از کانال‌های قانونی ما پیگیر حقوق دوستان خواهیم بود. اما تا قبل از اون که به طور قانونی تصمیم گیری بشه در این زمینه، تغییر خودسرانه نرخ کرایه از نظر ما مردود هست. اما در کنار اصلاح قیمت بنزین، دولت طرح حمایت از طبقات ضعیف و خانوارهای ایرانی را نیز در دستور کار قرار داد. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، تمامی منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به 60 میلیون ایرانی در قالب 18 میلیون خانوار به عنوان طرح حمایت معیشتی پرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه موظف شد که عیناً همه مبالغی رو که به حساب واریز میشه بین خانوارها به نسبت اونچه که الان برآورد شد از 1 نفره تا 5 نفره بین 55,000 تا 205,000 تومان هر ماه پرداخت بشه. بر همین اساس از ابتدای اجرای این طرح ماهانه به خانوارهای تک نفره 55,000 تومان، 2 نفره 103,000 تومان، 3 نفره 138,000 تومان، 4 نفره 172,000 تومان و خانوارهای 5 نفره و بیشتر 205,000 تومان پرداخت خواهد شد. این مبلغ علاوه بر پرداخت یارانه‌های نقدی بوده و ظرف 10 روز آینده پرداخت خواهد شد. حتی 1 ریال از این پول به بودجه جاری کشور یا تملک دارایی نمیره. این یه تصمیم درست برای اصلاح ساختار بودجه بوده. هم اصلاح ساختار شد، هم درآمدش رفت به سمت حدود 60 میلیون طبقات متوسطه به پایین که کمک بشه به معیشتشون. برای افرادی که کارت سوختشان در باجه‌های معطله پست مانده، شرکت ملی پست تسهیلاتی را فراهم کرده. قرار شد که از روز جمعه یعنی امروز تمام واحدهای معطله در واقع توزیع محصولات سوخت در حالت آماده باش باشن. اما کسانی که به هر دلیلی هنوز کارت سوختشون به دستشون نرسیده باید با مراجعه به سایت epolice.ir و وارد کردن پلاک خود رو از آخرین وضعیت صدور کارت خود مطلع بشن. اگر کارت سوخت شما صادر شده باشه، یک بارکد مرسوله پستی در اختیار شما قرار میگیره که با استفاده از اون میتونید بفهمید کارت شما در کدام باجه معطله پستیه. پس از این مرحله افراد میتونن با در دست داشتن مدارک شناسایی شخصی و مدارک خودرو با مراجعه به اداره پست کارت سوخت خودشون رو دریافت کنند.
توجه داشته باشید افرادی که پیش از این در سامانه دولت همراه شماره حساب خود را به عنوان کارت سوخت معرفی کردند نیازی به ثبت نام مجدد کارت المثنا ندارند. بر اساس آمارهای منتشر شده در نخستین روز اجرای طرح سهمیه بندی بنزین مصرف سوخت در مقایسه با مدت مشابه هفته گذشته 20% کاهش یافت. یه سوال فلسفی کلیدی من دارم آقای زنگنه عزیز. آقای نوبخت گرامی سخنگوی دولت گفتن عوارض خروج از کشور رو افزایش دادیم که ملت داخل کشور یک گشت و گذاری داشته باشن، شهرهای مختلف، این همه جاهای خوش آب و هوا داریم اینا. خب اگه این هست پس بنزین چرا گرون بشه؟ خب ما دور کشور رو با خر بگردیم؟ نمیشه، سرش گیج میره لبون. من این نظر فلسفی موندم که اگه اونو گرون کردن پس بنزین چرا همزمان با هم. اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مورد سهمیه بندی بنزین و اصلاح قیمت اون منتشر شد. در مورد این اقدام و برنامه‌ای که جناب آقای رئیس جمهور در روزهای گذشته برای توزیع بسته حمایتی معیشتی بین 18 میلیون خانوار اعلام کردن چه رابطه‌ای وجود داره؟ آیا میتونیم بگیم منابع مالی این بسته‌های حمایتی از محل اصلاح قیمت و سهمیه بندی بنزین تامین میشه؟ این اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در راستای اجرایی شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه صادر شد. همانطور که ارتباط دارید در سالهای اخیر با افزایش مصرف فزاینده بنزین، کارشناسا اظهار نظر می‌کردند که اگر بنزین سهمیه بندی بشه و قیمت اون هم اصلاحی درش صورت بگیره میتوانه باعث کنترل مصرف بشه. اما دولت در 6 سال گذشته فقط 2 بار اصلاح قیمت ها رو انجام داد و اون هم منابعی که حاصل شد عمدتاً صرف پرداخت به خانوارهای نیازمند و تحت پوشش کمیته حضرت امام و بهزیستی صورت گرفت. این بار آقای رئیس جمهور نظر داشت که اگر قرار است اصلاحی در قیمت بنزین انجام بشه حتما همه منابع او عیناً به خود مردم پرداخت بشه. از این جهت تعریفی که صورت گرفت و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید این هست که با این اصلاح قیمت 100% منابع حاصل از این اصلاح و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی به خود خانوارهای مورد نظر توزیع بشه که بیش از 18 میلیون خانوار هستند و بیش از 60 میلیون نفر رو تشکیل میدن. در این راستا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف شد که همه منابع حاصل از این برنامه رو در یک حساب مشخصی که با همین عنوان در خزانه افتتاح میشه واریز بکنه. وزارت رفاه موظف شد که لیست خانوارهایی رو که در این 18 میلیون نفر و یا 18 میلیون خانوار و یا بیش از 60 میلیون نفر هست رو آماده بکنه با ضوابطی رو که خودش داره و بعد توضیح بیشتری در این رابطه خواهم داد. و سازمان برنامه‌بودجه موظف شد که عیناً همه مبالغی رو که به حساب واریز میشه بین خانوارها به نسبت اونچه که الان برآورد شد از 1 نفر تا 5 نفره بین 55,000 تا 205,000 تومان هر ماه پرداخت بشه. بنابراین میتونیم بگیم که از این به بعد سازمان برنامه و بودجه در ماه 3 پرداختی خواهد داشت. یک پرداختی که همین حقوق و مزایا و پرداخت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی است که هر ماه صورت می‌گیره از طریق خزانه. یک پرداخت هم پرداخت یارانه هاست که معمولاً 26م یارانه ها رو پرداخت میشه. یک پرداخت دیگری هست که بابت حمایت معیشتی صورت خواهد گرفت. البته ما طوری برنامه‌ریزی کردیم که قبل از اینکه 1 ماه بگذره از این تاریخ
حد اکثر ظرف 1 هفته تا 10 روز آینده همه این وجوه به حساب سرپرستان خانوارها واریز بشه. البته وزارت رفاه موظف شد که هر کسی که خودش رو متقاضی دریافت این رقم میدانه مازاد بر اون 18 میلیون خانوار یا 60 میلیون نفر، اونها رو با سازوکارهایی رو که تدارک دیده بررسی بکنه و اونهایی رو که مشمول پرداخت قرار میگیرند به اونها پرداخت رو انجام بده. حتی از اون زمان شروع اجرای این طرح، یعنی هرچه بگذره مبنای محاسبه از همین تاریخ برای اونها هست. انشالله در این رابطه هم سخنگوی محترم دولت جزئیات بیشتری رو روزهای آینده خواهند گفت و هم مسئولین محترم دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول عنداللزوم توضیحات بیشتر خواهند داد و امیدواریم از اینکه این اقدام که با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 3 قوه داره انجام میشه و در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت هست که آقای رئیس جمهور بر او تأکید دارن، انشاءالله آثار مثبت اون رو ما در جامعه در آینده نزدیک مشاهده بکنیم.